شب 20 اپریل سال 2022 ساعت 03:44 دقیقه به وقت محلی در تاجیکستان یک زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر 5 بال رخ داده است. بنا به گزارش مرکزهای زلزله‌نگاری، مرکز این آفت طبیعی در 22 کیلومتری جنوب و شرق رشت و 170 کیلومتری شرق دوشنبه جایگیر شده بود. درباره کدام خسارات در نتیجه این زمین لرزه گزارش‌ها به دست نرسیدند، ولی به گفته ساکنان جنبیدن زمین را نه فقط در وادی رشت بلکه در دیگر گوشه‌های تاجیکستان و همچنین در ازبکستان همسایه نیز حس کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می‌شوند. یادآور می‌شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.